در تیزر قسمت جدید سریال خواهران و برادران میبینیم که شوال به سراغ آسیه رفته و به او پیشنهاد میدهد که بهتر از خانواده احمد و خانواده عمر و آسیه از هم دور باشند تا این جنگ و جدال بین آنها تمام شود. به همین خاطر شوال به آسیه پیشنهاد میدهد که به او پول میدهد و آسیه هم در عوض خانواده‌اش را باید راضی کند تا از استانبول بروند و خانواده‌های دو طرف جلوی چشم هم نباشند. آسیه از پیشنهاد شوال بدش نمیآید و موضوع را برای خاله سوگی تعریف میکند. سوگی هم قبول کرده و قرار میشود عمر را راضی کرده و به بهانه آرامش و زندگی راحت‌تر عمر را قانع کنند تا از آنجا بروند. سوگی ماجرا را پیش عمر مطرح کرده و همه آنها رضایت خود را اعلام کرده و منتظر نظر عمر میمانند. عمر که در وضعیت عجیبی گیر افتاده مات و مبهوت به آنها خیره میماند و نمیداند چه باید بگوید. از آن طرف دروغ متوجه ماجرای رفتن آسیه و خانواده شده و به سراغش میرود. آسیه سعی میکند برای دروغ توضیح دهد، اما دروغ به شدت از دست آسیه عصبی و ناراحت است که چرا او آخرین نفر است که از این موضوع مطلع شده و با ناراحتی آسیه را ترک میکند و رابطه عاشقانه آنها به هم خورده و از هم فاصله میگیرند. و در پایان میبینیم که دوباره گنول به جان شنگول افتاده و شنگول عصبی و ناراحت به سراغ گنول اورهان رفته و قصد دارد که خانه و زندگی آنها را به هم بریزد.